سلام دوستای عزیز، من میخواهم امروز طرز تهیه سمبوسه را براتان نشان بدهم. این آرد است و یک قاشق نمک، کمی خمیر مایه و یک دانه تخم، آب شیر گرم. حالا میخوایم که خمیر کنم. خمیر را سخت میگیریم به خاطر که از ماشین میکشم و یا ماشین نباشد سر آشگاز هم میتونین نازک کنید. خمیر ما آماده شد. حالا نوبت گوشت رسید. گوشت را دمی اندازه خرد خرد ریزه میکنیم. حالا من میخوام که زردک، کرم، مرچ دلمه از ماشین بکشم. 4 دانه زردک بود، 1 دانه کرم به یک بسته، 4 دانه مرچ دلمه، 1 دانه پیاز، 5 عدد سیر و مساله هم به این اندازه میتونین شما هم از ماشین بکشید. اگر ماشین نداشتین در دسترس میتونین به دست هم ریزه کنید. حالا من کچالو را جوش داده بودم، او را هم از ماشین کشیدم. اول مرغ را در روغن سرخ میکنیم. 3-4 عدد سیر هم همراهش میکس میکنیم. کرم و زردک و دلمه را در روغن انداختم، در روغن کم که تفویر مساله است. یک تخم گشنیز، زردچوبه، زیره، پیاز و نمک دیگه. زیره را کم زیاد مندازیم بس خاطر خوشبویش. ما دایش میکس کردم. 2 دقیقه میمانیم که نرم شود. ما گرفتم نصفش در کچالو میکس کردم و نصف دیگر را ماندم در گوشت سینی مرغ ما میکس کردم. من میخواهم 2 رقم سمبوسه آماده کنم. حالا خمیر گرفتیم، زغاله کردیم. حالا من از ماشین میکشم. خمیر نازک کردم. اول سرش در مسکه، روغن مسکه عادی باشم چرب کردم به می رقم که میبینین طریقیشه. و بعدا در آشگاز نازک کردم آیسته آیسته. و گفته نمانه که من 2 تخم زردیش گرفتم در کاسه و کمی شیر دشکت کردم و در سر سمبوسه سر برس زدم. حالا یگان سمبوسه را در خانه فرمایش داده بود که من پنیر اضافه کرده بودم. این دوستا سمبوسه ما آماده شد.